خوش اومدید به ویدیو اول من در کانال یوتیوبم. بچه امروز یه روم تور براتون کنم. اولین ویدیو من در کانال یوتیوبم هستش و روم توره و اسم منم تاها مکس هستش و من یه عالم وسیله‌ای که دارم نه با درآمد یوتیوب گرفتم، نه با درآمد مثلا با درآمد مثلا چیزا، مثلا با پولای خودم مثلا همه رو گرفتم، مثلا با همه رو با پولای خودم گرفتم، یعنی پولای پدر مادرم و خودم. و آره و امروز قراره که یوتیوب امروز قراره که با هم دیگه روم تور با هم دیگه بریم و بدون هیچ معطلی بریم. خب بچه‌ها بذار از کجا ما شروع کنیم؟ بذار پشت شروع میکنیم بچه از یا اولو فصل چقدر سیمه. خب بچه این از پشته و بچه اتاق من اینجا بود. خب توی اینجا بود و من میز کارم آوردم اینجا و چون اونجا خواهرم درس نمیخونه من دیگه مثلا بعضی موقع دیگه همیشه نمیتونستم برم اونجا و اینجا آوردم. هر موقع بری برای اتاق اونجا منم دیگه همینجا اینو خوبه برای من. و بچه‌ها آره بریم که از پشت با هم دیگه شروع کنیم. بچه یه میزه که خوبه، خیلی میزش خوبه و اینجا هم یه تلویزیونش حالا دقیقا نمیدونم چیه. اینجا هم یه عالم سیمه دیگه، الان دوتا سراحیه، دوتا جونم فوله و یه دونه مونده اونم الان پر میشه. این چند تا کابل بچه هستش، یه دونه برای ایکس باکسه، یه دونه برای نور آرژیبیه، یه دونه هم برای لپتاپ اینا. و آره از اینجا میرسیم یه دونه اونجا کیبورد گیمینگ من داریم و آره اینجا میالم سیم خاطبرت سیمیناست دیگه. و آره اینجا مثلا سیمینا ریخته اومده اینجا خورده سیما رو، بعد اینجا یه پایه دوربین ما داریم، دست اینو بذارم یه پایه دوربین بچه اینجا داریم و دوتا باند که وصله به لپتاپ. و خب از اینجا هم میرسیم به پشت ایکس باکس دیگه. اینم از چیز یادم رفت این اینجا اومده خورده به اینجا و آره اینم کابلیناست. و از این ور میریم و یه دونه بچه هدست گیمینگ نمیدونم اسمشو، اما خیلی صدای خفنی داره و صدای بیرونم حتی شما میتونید بشنوید. مثلا مامتون صدا کردن مثلا به نهار اینا بخورید میتونید بشنوید صدا رو، اما خیلی صدای کیفیتی بالایی داره. و اینجا می ایکس باکس 360 که به زودی PS5 هم میخریم و دوتا دستاشو. اینم از هدست که بهتون گفتم. آره اینجا میرسیم به این تلویزیون که تلویزیون TCL فکر کنم. و آره فکر کنم اینجا هم که دارید من نیست. آره تلویزیون TCL فکر کنم. حالا بگذاریم از اینا، من سیم هدستم بعد بهتون نشون میدم. سیم هدست اینجا رفته اونجا، نه گفتم دیگه کیبورد گیمینگ و صندلی یا به زودی عوض میشه. اینجا هم یه آینه است و داشتاتون همیشه میاد اینجا یا عکس شوخی کردم. آره و اینجا هم سیم سیار محافظه، البته این سیم سیار محافظ صفر کنیم و اینجا رفته اونجا خورده به سیم سیار ندیگه. انجام برسیم یه فیلم علی گریزی گذاشتم. حالا من زیاد اهل این یوتیوبرها نیستم، من چیزم اینه احمد رکسا ویدیوهاشو نگاه میکنم، یه نم الیکس شده. خب از اینجا برسیم بذار بیام اونور یه تلویزیون از اینجا اینا برسیم و بهتون کابلینا رو گفتم. میرسیم به
لپتاپ. خب این لپتاپ HP حالا گیمینگ طور هم نمیشه بهش گفت چون حالا نورم داره و آره میرسیم به اینجا هم که ببینید همه چی پره. اکثر از لپتاپ 2 تا از چیزا داره، جای مثلا فلش خورد داره و یه دونه من نیاز داشتم بدم تبدیل زدم جا شارژری اینو زدم دیگه خوش. یه دونه اینجا چیزه موسای گیمینگ که خیلی خفنه، رنگاش نامش. اینجا این مانیتور لپتاپش وصله و نگاه کنید اینجا هرچی اینجا میده اونجا داره. الان ساعت فکر کنم 1 و 1 دقیقه است یاره، ساعت 1 و 1 دقیقه ظهره و آره اینم از این روم تور. و اگه با روم تور حال کردی حتما این ویدیو رو لایکش کن و سابسکرایبش کن، زنگوله بغلم اصلا بزن که من توی ویدیو گذاشتم اولین نفری که باشی ویدیو رو نگاه میکنی. و حتی فردا هم یعنی امروز چهارشنبه است، روز جمعه است. آره بچه قراره که جمعه فردا یعنی براتون ویدیو چالش 1 روز زندگی با من بذارم و خوبه دیگه، بریم بذاریم دیگه. آره دیگه اینم از روم تورمون. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره، زنگولم بگم مثل همیشه زنگوله بغلم حتما بچه بزنید که ما تو ویدیو گوشم اول نفری که باشه ویدیو رو داری نگاه میکنی از چنل. میبینمتون تا یک ویدیوهای دیگه. میبینمتون. بدرود.